همه فکر میکردن مریم از زندگی عقب افتاده. چون اون ترفیع رو رد کرد. چون دیگه مثل قبل توی هر مهمونی دیده نمیشد. چون هر تعطیلی سفر نمیرفت. چون یه دفعه شروع کرده بود به گفتن نه. نه به پروژه های بیشتر. نه به آدم های بیشتر. نه به برنامه هایی که فقط برای خالی نبودن تقویمش قبول میکرد. از بیرون انگار مریم داشت کوچیکتر زندگی میکرد. ولی چیزی که بقیه نمیدونستن این بود که مریم مدتها بود دیگه توی زندگی خودش جا نمیشد. 34 سالش بود. توی یه شرکت تبلیغاتی کار میکرد. کارش رو خوب بلد بود. جلسه ها رو مدیریت میکرد، پروژه ها رو سر وقت تحویل میداد، اسم بیشتر آدم های مهم حوزه کاریش رو میدونست. همیشه یه دوره جدید برای یاد گرفتن داشت. یه کتاب نصفه کنار تختش بود، یه پادکست توی گوشش، یه قرار توی تقویمش و یه هدف تازه توی ذهنش. صبحها با صدای زنگ گوشی بیدار میشد. هنوز از تخت بلند نشده ایمیل هاش رو نگاه میکرد. قهوه‌اش رو توی راه میخورد، ناهارش رو بیشتر وقتها پشت میز کارش. بعد از کار یا باشگاه داشت، یا کلاس زبان، یا تولد یکی از دوستها، یا یه دوره همی کاری که فکر میکرد شاید یه روز به دردش بخوره. وقتی شب به خونه میرسید خسته بود، اما قبل از خواب باز هم گوشی رو برمی‌داشت. زندگی بقیه رو نگاه میکرد. یکی سفر رفته بود، یکی خونه خریده بود، یکی شغلش رو عوض کرده بود، یکی کسب و کار خودش رو راه انداخته بود. و مریم با اینکه از صبح تا شب در حال دویدن بود، باز هم حس میکرد عقب مونده. بعضی شبها با خودش میگفت فقط باید یکم بیشتر تلاش کنم. بعد همه چی آرومتر میشه. ولی هیچ وقت آرومتر نمیشد. فقط هدف بعدی جای هدف قبلی رو میگرفت. مریم زندگی بدی نداشت. اتفاقاً خیلی ها آرزوی زندگی اون رو داشتن. دوستاش همیشه میگفتن تو چطوری به همه چی میرسی؟ مادرش با افتخار میگفت این دختر یه دقیقه هم بیکار نمیشینه. و مریم همیشه لبخند میزد. چون فکر میکرد این جمله تعریفه. فکر میکرد آدم موفق آدمیه که هیچ جای خالی توی روزش نداره. اما کم کم متوجه یه چیز عجیب شد. اون جاهای زیادی میرفت، ولی کمتر جایی واقعاً حضور داشت. با دوستاش شام میخورد، ولی نصف ذهنش درگیر پیام‌های کاری بود. سفر میرفت، ولی بیشتر منظره ها رو از صفحه گوشی میدید. کتاب میخوند، ولی چند هفته بعد چیز زیادی ازش یادش نمیموند. با آدم‌های زیادی آشنا بود، ولی وقتی حالش بد میشد، نمیدونست باید به کی زنگ بزنه. یه شب سر میز تولد یکی از دوستاش صحبت رسید به تعطیلات. هر کسی درباره برنامه بعدیش حرف میزد. یکی میخواست بره استانبول، یکی میخواست یه دوره جدید شروع کنه، یکی دنبال عوض کردن شغلش بود. یکی از دوستا رو کرد به مریم و گفت تو چی؟ برنامه بعدی چیه؟ مریم خواست جواب بده، اما برای چند ثانیه چیزی به ذهنش نرسید. دوستش خندید و گفت تو که همیشه یه برنامه‌ای داری. مریم هم خندید. ولی اون سوال تا چند روز توی ذهنش موند. برنامه بعدی چیه؟ بعد از اون چی؟ و بعد از اون؟ قرار این دویدن دقیقاً کجا تموم بشه؟ چند هفته بعد مدیرش صداش کرد. گفت شرکت میخواد مسئولیت یه تیم بزرگتر رو بهش بده. حقوق بیشتر، عنوان بهتر، جلسه های مهمتر، سفرهای کاری بیشتر. مدیرش داشت درباره یه فرصت بزرگ حرف میزد. فرصتی که مریم چند سال قبل حاضر بود برای رسیدن بهش هر کاری بکنه. ولی وقتی حرفای مدیرش تموم شد، اولین چیزی که مریم حس کرد خوشحالی نبود. فقط با خودش فکر کرد پس اون 2 شب خالی هفتمم دیگه رفت. گفت چند روز زمان میخواد تا فکر کنه. ولی قبل از اینکه تصمیمش رو بگیره، تقریباً همه داشتن بهش تبریک میگفتن. یکی از همکاراش گفت بالاخره نتیجه این همه زحمت رو گرفتی. دوستش گفت حتما قبول کن. همچین فرصتی دوباره پیش نمیاد. مادرش گفت تو از اول هم برای همین همه قد تلاش کردی. و شاید همین جمله بیشتر از همه مریم رو ترسوند. واقعاً برای همین تلاش کرده بود. برای اینکه مسئولیت‌هاش بیشتر بشه، برای اینکه همیشه در دسترس باشه، برای اینکه پول بیشتری داشته باشه ولی وقت کمتری برای خرج کردنش. اون شب تقویمش رو باز کرد. صفحه پر بود از رنگ‌های مختلف. جلسه، ددلاین، کلاس، قرار، تولد، باشگاه، کار جانبی. حتی زمانی که قرار بود استراحت کنه هم توی تقویم نوشته بود استراحت. همونجا برای اولین بار فهمید یه زندگی ساخته که همه چیز توش هست.
به جز خودش. انگار تمام اتاقهای خونه رو با وسیله پر کرده بود تا جایی که دیگه جایی برای نشستن نداشت. 2 روز بعد رفت پیش مدیرش، تشکر کرد و پیشنهاد رو رد کرد. مدیرش چند لحظه نگاهش کرد. فکر کرد شاید مریم از مسئولیت میترسه. پرسید: مطمئنی؟ این یه قدم خیلی مهمه. مریم گفت: آره مهمه، ولی فکر نمی کنم قدمی باشه که من بخوام بردارم. وقتی خبرش پخش شد، بعضیا واقعاً تعجب کردن. یکی گفت: شاید اعتماد به نفسشو از دست داده. یکی گفت: زیادی احساساتی تصمیم گرفته. یکی گفت: چند سال بعد پشیمون میشه. حتی یکی از دوستاش پرسید: چی شده؟ دیگه انگیزه نداری؟ مریم اول نمیدونست چی باید بگه، چون خودش هم هنوز دقیقاً نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. فقط میدونست دیگه نمیخواد هر چیزی رو که میتونه به دست بیاره. کم کم شروع کرد بعضی چیزا رو از زندگیش کم کردن. نه همه چیز رو. شغلش رو ترک نکرد، به یه شهر دور نرفت، گوشیش رو دور ننداخت، یه کلبه هم وسط جنگل نساخت. فقط شروع کرد به پس گرفتن جاهای خالی. یکی از کلاسایی رو که فقط از ترس عقب موندن ثبت نام کرده بود، لغو کرد. از چند گروهی که ماها بود حتی پیام‌هاشون رو نمیخوند بیرون اومد. دیگه هر دعوتی رو قبول نمی‌کرد. بعضی شب‌ها مستقیم از سر کار میرفت خونه، نه برای اینکه کار خاصی انجام بده، فقط برای اینکه هیچ کاری نکنه. اوایل این خالی بودن براش آرامش بخش نبود. اتفاقاً مضطربش می‌کرد. مدام حس می‌کرد باید یه کاری انجام بده، باید چیزی یاد بگیره، باید به کسی پیام بده، باید یه ویدیو ببینه، باید از این زمان استفاده کنه. چون سالها بود یاد گرفته بود هر لحظه‌ای که به پیشرفت تبدیل نشه هدر رفته. نشستن توی یه اتاق ساکت گاهی خیلی سخت‌تر از دویدن از این جلسه به اون جلسه است. چون وقتی همه چی ساکت میشه، آدم بالاخره صدای خودش رو میشنوه. و شاید مریم مدت‌ها بود با شلوغ نگه داشتن زندگیش از همین صدا فرار میکرد. یه جمعه رفت خونه مادرش. قرار بود فقط برای ناهار بمونه، اما اون روز برنامه دیگه‌ای نداشت. بعد از غذا مادرش چای آورد. مریم طبق عادت دست برد سمت گوشی. بعد مکث کرد. گوشی رو گذاشت روی میز کناری. مادرش شروع کرد درباره یکی از همسایه‌های قدیمی حرف زدن. یه داستان کاملاً معمولی. نه مهم بود، نه چیزی به مریم یاد میداد، نه باعث پیشرفتش میشد. اما مریم نشست و گوش کرد. بعد از مدت‌ها عجله‌ای برای رفتن نداشت. اون روز اتفاق بزرگی نیفتاد، ولی وقتی شب برگشت خونه، حس کرد واقعاً بخشی از اون روز رو زندگی کرده. بعدها شروع کرد بعضی عصرها بدون هدف راه رفتن، بدون پادکست، بدون تماس تلفنی، بدون اینکه قدمهاش رو بشمره. گاهی فقط میرفت یه مسیر کوتاه و برمیگشت. بیشتر با 2-3 نفر از دوستاش وقت میگذرون. کمتر آدم میدید، ولی بیشتر میشناختشون. کمتر سفر میرفت، ولی وقتی جایی میرفت مجبور نبود ثابت کنه چقدر خوش گذشته. زندگیش از بیرون کوچیکتر شده بود. چیز زیادی برای تعریف کردن نداشت. وقتی کسی میپرسید چه خبر؟ گاهی واقعاً میگفت خبر خاصی نیست. و کم کم فهمید شاید خبر خاصی نبودن همیشه چیز بدی نیست. ما توی دنیایی زندگی میکنیم که شلوغ بودن رو تحسین میکنه. آدمی که همیشه خسته است انگار مهمتره. کسی که سر شلوغه انگار بیشتر ارزش داره. کسی که وقت نداره انگار حتما داره کار بزرگی انجام میده. اما کمتر کسی از ما میپرسه این همه کاری که انجام میدی واقعاً برای تو مهمه یا فقط انجامشون میدی چون بقیه هم دارن انجامشون میده. البته همه نمیتونن به راحتی زندگیشون رو خلوت کنن. بعضیها اجاره دارن، قسط دارن، بچه دارن، از خانواده مراقبت میکنن یا مجبورن ساعتهای زیادی کار کنن تا فقط زندگی معمولیشون بچرخه. زندگی ساده همیشه یه انتخاب در دسترس نیست و زندگی شلوغ هم همیشه یه اشتباه نیست. بعضیها واقعاً از کار زیاد، سفر، جمع‌های بزرگ و هدف‌های سخت لذت میبرن. مسئله این نیست که همه باید آرومتر زندگی کنن. مسئله اینه که چند نفر از ما واقعاً زندگی رو که داریم خودمون انتخاب کردیم. ممکنه زندگی درست برای یه نفر پر از سفر و پروژه و آدم باشه. برای یکی دیگه پر از سکوت و چند رابطه نزدیک. هیچ کدوم ذاتاً موفق‌تر نیستن. شکست شاید از جایی شروع بشه که آدم سالها زندگی رو ادامه بده که حتی نمیدونه چرا انتخابش کرده. چند ماه بعد یکی از همکارهای مریم همون ترفیع رو گرفت.
عکسش رو توی شبکه‌های اجتماعی گذاشت. همه تبریک گفته بودن. برای یه لحظه مریم هم حس کرد شاید اشتباه کرده. شاید باید قبول می‌کرد. شاید داشت عقب می‌موند. این حس کاملاً از بین نرفته بود. اما همون شب کنار پنجره خونش نشست. یه چراغ کوچیک روشن بود. کتابی که مدت‌ها بود می‌خواست بخونه روی میز بود. گوشیش توی اتاق دیگه شارژ می‌شد. هیچ اتفاق هیجان انگیزی در جریان نبود. فقط برای اولین بار عجله‌ای برای رسیدن به لحظه بعد نداشت. زندگی مریم همیشه هیجان انگیز نبود، اما خودش دیگه توش غایب نبود. شاید ما همیشه به یه زندگی بزرگتر نیاز نداریم. شاید گاهی فقط باید بخشی از زندگیمون رو خالی کنیم تا دوباره جایی برای خودمون باز بشه. زندگی خوب لزوماً زندگی نیست که چیزهای زیادی داخلش جا شده. شاید زندگی خوب زندگیه که تو هنوز داخلش جا میشی.